من واسه پسر خالم این پست فرستادم، گفتم من خیلی طلا دارم، من برادری مثل الماس دارم. گفت من از الماس کمیابترم. منم گفتم منم از ریتالین کمیابترم. ولیش گفت ولی تو بیارزشتری ازش. من چی گفتم بهش؟ میگی ولی بیارزشتری ازش؟ معلومه به داور بودن داری آتش. اما کی تو رو داورت کرده این وسط؟ دیده هر کس به خودش یکی از مهمترین نظر. بعد گفت داور بودن نه حقیقته. دیگه کی میاد برای تو این همه پول بده بخره؟ هیچ کس. بعد باز من جوابشو دادم ارزش گذاری تو کلا غلط ارزشه. ارزش من با خرید نمیشه سنجیده. مثل اکسیژن که با ارزش ولی پولی نیست. تو میخوای اینو نفهمی، نفهم، زوری نیست. اما من با ارزشم، چون ارزشمند اهدافم و تلاشاش. حالا تو بگو چی تاج لازم داره؟ نه داداش، برعکس تو فقط میگی از الماس با ارزش دارم ولی کودلیل. اگه رنگ ارزش ها رو درست نمیبینی چون داری کورنگی. به نظرتون خوب جوابشو دادم؟